قدر پدر و مادر را بدونین. پدر و مادر یک گنجن. گنجینه قیمت با آن چیه گنجون؟ میگه انسان مرتکب گناه میشه، می اومده والدینش پدر و مادرش قسم میگه یا میگه خدا بچه‌م ببخش، خدا میبخشیده. طرف مادر میخندیده گناهات خدا میبخشیده. این قدر گنجی بزرگه. میگه پدر عقل است و مادر را نفس دان. ای عزیزان این گنج قیمت ها را هرگز مرنجان. پدر و مادر را در زندگیش قدر کنین. بعد ای مرگش بعد دیگر چی جنازه ها چی کنین و بعد چی خدایا کنین، این هیچی نمیشه. در زندگی پدر تا جلکی نو، معصی نو، کلوشی نو، حج روی که پنسیانت روی که در زندگی دو چتا پپلینی نو، کرتای نو، رمولی نو که او چه جون بگو شب میوه پس که پاشا بجود. بعد ای مرگش دیگه بعد چی صدقه میکنی، چی صدقه میکنی نمیکنی. او میگه که بعد مردن میگه ناله و فیغان در کار نیست. بعد مرگ میگه کفن کنی در کار نیست. قدر من ندانستی در این زندگی. بعد مرگ میگه پس پسرم میگه دخترم خیر احسان در کار نیست. در زندگی او چه جون بگو، در زندگی او چه خبر بگی، در زندگی او چه تا طلا و منطق بیو. بعدی که مور دیگه بعد صدقات میشینه میگه گو کشتم، میشینه میگه بعدی طریق کردم. او هیچ ارزشی نداره. در زندگیش بگی یک کف دعاشو بگیری، در زندگی چهره مبارک شو ببین او چه جان بگو، طرفت بخنده خدای تعالی ترا چی میکرده. دعای مادر و پدر بگیرین. این همین مادر ما و شما در جوانا عبرت ای. بچهای هستن روسیه رفتن پدر و مادر نگاه نمیکنن، پدر و مادر گوش نمیکنن. بعضی هاشا پدرش میگه بچم در گروه های مخالف خوش نشه، در گروه های فلان خوش نشه، دیگه کارا دولت دستور شه، آتش گوش نمیکنن. فردا او هیچی دعا را نمیگیره. کسی که به دعای پدر و مادر بروه او در همین دنیا نمیسازه، در آخرت هم نمیسازه. میگه آبروی اهل دل از خاک پای مادر است. هر چی دارند این جماعت از دعای پدر و مادر است. در زندگی تو مادر نبگینی والله مادر همین قبگه پروردگار، همین بچه ما خدا زندگیش برکتت میده. خدا 5 بچه شری نرشته دوش مستجاب میشه. خداوند وعده داده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن دعای والدین مسافر دعای مظلوم خدا رد نمیکنه. دعای والدین هم خیلی بده که اگر یک بار هم خیلی دعا کنه او دعاش حتما خدای تعالی قبول میکنه.